як гурӯҳ занон 6 моҳ мешавад ки дар ҷамоати ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров оштони каммасраф месозанд. сохтани онро бошад мутахассисон аз шаҳри Панҷакент омада ба занҳои бесаробон монда омӯзониданд. ин зан Рофия Қодирова мебошад. наздик 10 сол мешавад ки бори гарони зиндагиро дасти танҳо мекашад, зеро шавҳараш вафот кардааст. пас аз рӯи кор омадани оштони худсохт, Рофия хола тасмим гирифт ки дар ҳавлияш чунин оштони каммасраф созанд. бо ин мақсад ба занҳои ҳунарманд муроҷиат намуд. اینها همه تعریف کردن ساختگی ها که جدای هم کم مصرفی نغز بوده است، علاوه کمتر میخورد. اکنون بعضی من ایس زمستان چراغ میمورد، اکنون گاز های نیست، از همین سبب بیایید همون دیگی میدان بسازم نباشد. همین ها اکنون آب آقاتش بیمال کده خورد گفته، همین ها گفتم مایلش اینها ما میریم گفته وای کدن. من آمده ساخت دادم. بود آشتانم نبود نی، اکنون برای کم مصرف گفتن آشان، برای همین آشتان ساخت تید گفته وای کدن. همه آمده من آشتان ساخته دادم. فرق آشتانی مقرری از کم مصرف این صرفه هیزم می باشد. آشتانی کم مصرف را هنرمند زنان طریق قالب می سازند. آن نقطه های مخصوصی کشاده دارد که برای علنگ گرفتن آتش کمک می نماید. پیش از اون با اوده یک بار کشته کنم من اکن قالبای می گیریم. باید تو بکچیلای لای با من این جاهای ویشه خشره میکنه منه. ساختن آشتانی کم مصرف را تشکیلات جمعیتی نوری امید به این گروه زنان آموزانده است. هر یک گروه زنانی تنهای هنرمند 20 نفر را تشکیل می‌دهند. آنها باشندگان محله چهارسوی جماعت غازیان ناحیه باباجان غفورов هستند. هدف فرا گرفتن هنرهای ملی و مردمی بوده و این وسیله بلند برداشتن شرایط اقتصادی خانوادگی محسوب می‌شود. من با گاز برین علاوهش میبرد. جوشش نقص من با کنای دودش میبرد. هزیم کم صرف می شود. من با هزیم با کمور با من دیهات که هست با تپک چی می شود نقص او با اوقات ها نقص می شود. ماهی ایون اسین همراه می سازیم. من وهای ساخته یا داده برفتن حاضر من یک چند حوله ها رفته ساختاسیم. خرسند ما از این کارها. این زنان هنرمند از روی درخواست نیز کار میکنند. تا امروز بیش از 20 عدد آشتانی کم مصرف را به عائله‌های فرمایشگر ساخته دادند. برای پوره ساخته به استفاده دادن این آشتانی کم مصرف 3 ساعت وقت مصرف می شود. بعدی به اتمام رسیدن کارها به آن باید علاوه کرده شود. این که تشکیلات که هست ما برای زنها یاردم کردیم. اگه آینده من چی کنن مراجعت کنن یک چی میکنه دیگه اقوی خداشان اهمیتی خداشان یک حرکت میکنیم که یاردم کنیم ما. البته زندگیم به پیش میرد. من یک هنر که یاد گرفتم من هنرهایی که بسیار میتونم. این هنر هم با من معقول من البته نقص کار به پیش میبرم. رئیس کمیته محله چهارسو میگوید اگر در جماعت غازیان 22,000 اهالی زندگی نماید 60% آنها را زنان تشکیل میدهند. در دایره همکاری با تشکیلات جمعیتی نوری امید زنان یکه و تنها با کارهای مفید برای پیشرفت زندگیشان منفعت آور جلب کرده می شوند. ساختن آشتانی کم مصرف یکی از چنین اقدام محسوب شده. مقصد آن جلب زنان به مهنت حلال و هنرمندی است. حاضر من 42 کسبه که ما یاردم کردیم زنهای تنها اینها ما کار یاد دادیم. من قنادی پزیه با حرکت میکنیم. من با چاک دوزیه یک تیز بافتنه با من حرکت کردیم که همه کار که تامین کنیم و ذهنش خانوشم و عقلش اینه همه کار کردشینم.
این گروه زنان آشتانساز در اساس لایحه دستگیری زنهای تنها و فراگیری اجتماعی آنها در جمهوری تاجیکستان رایگان آموزانده شدند. لایحه مذکور بجز از ناحیه باباجان غفوروفی ولایت سوخت باز در 5 شهر و ناحیه‌های حدود کشور عملی شده ایستاده است. هدف آن صاحب کسب نمودن زنان بیکار و یکه و تنهای جمهوری تاجیکستان می باشد. مقصد اساسی لایحه این کمک حقوقی به زنهای تنها، کمک روانی پسیخولوژی، تجدید ساختن آشتانهای کم مصرف، کمپوست‌کنی و صرفه‌کارانه استفاده بردن قطعه زمین می باشد. اینچنین در دایره لایحه معاینه طبی رایگان به نقشه گرفته شده است و آموزاندن کسب و هنر، یعنی هنرهای قنادی، احیا نمودن هنرهای ملی به نقشه گرفته شده است که اینچنین ما زنهای تنها را به واسطه کمک مادی رسانده شده می استد. عموما گفتن ممکن است که مقصد اساسی لایحه این دستگیری زنهای تنها و عائله‌های آسیب پذیر می باشد. حالا در شهر پنجکن و شهر توز نیز زنان ساختن آشتان کم مصرف را آموخته ایستادند. عموما در جمهوری تاجیکستان 210 نفر زنانی تنها در اساس لایحه مذکور و کسب آموزی فرا گرفته شدند. تشکیلات نوری امید 14 سال می شود که در حدود کشور لایحه های خود را برای بلند برداشتن سطح اقتصادیات و اجتماعیات اهالی کشور عملی می نماید. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.